کشنده ترین قاتل سیاره زمین، ویروس باکتریوفاژ، چگونه ابرقهرمانی برای انسان است؟ شاید تصور کنید ویروس ها همه تبهکارانی خطرناک هستند، اما باکتریوفاژ یک ابرقهرمان برای ما انسان هاست که باکتری های بدن ما را از درون منفجر می کند. باکتریوفاژ خود را به باکتری متصل می کند، سپس سلول میزبان را با تزریق ژنوم خود آلوده کرده و دستگاه سلولی باکتری را می رو باید تا حدود 100 فاژ جدید را تکثیر کند. ماجرا اینجا تمام نمی شود. باکتری ها زنده هستند و در حال تکاملند. آنها مقابل سلاح ما یعنی آنتی بیوتیک به مرور مقاومتر می شوند. پیش بینی می شود ابرباکتری ها تا سال 2050 از سرطان مرگبارتر باشند. اینجاست که یک ویروس مرگبار ابرقهرمان ما می شود. آنها فراوانترین ارگانیسم بیولوژیکی در طبیعت هستند. ما می توانیم با تزریق میلیون ها باکتریوفاژ ابرباکتری ها را بمباران کنیم و از یک عفونت مرگبار نجات یابیم. همین لحظه این جنگ بزرگ در پوست، دهان، روده و سایر نقاط بدن در حال رخ دادن